حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و سلام بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم بینندگان ارجمند. دوستان عزیز، در داستان آدم علیه السلام در صحبت‌های قبلی تا اینجا رسیده بودیم که حضرت آدم علیه السلام در نتیجه اغوای ابلیس، وسوسه ابلیس، از درخت ممنوع، از میوه آن تناول کرد. بله، آدم علیه السلام به اشتباه راه داد، جانب خاکی او به جانب روحانی او غلبه کرد، مرتکب گناه شد. اما او مثل ابلیس کبر نورزید، منمنی نکرد، بلکه در حال به خود آمد، پشیمان شد، به گناه خود اعتراف کرد، به سوی خدا مراجعت نموده، اظهار پشیمانی و از او تعالی بخشش و مغفرت پرسید. او تعالی در سوره بقره از عفو و مغفرت پرسی حضرت آدم و اینکه خداوند از فضل و رحمتش لطف کرده توبه او را پذیرفت خبر داده فرموده است: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. یعنی سپس آدم علیه السلام از پروردگارش کلماتی را که او تعالی برایش الهام نمود فرا گرفت، پذیرفت و با آن کلمه ها دعا و تضرع کرد، عفو و بخشش پرسید و او تعالی توبه او را پذیرفت. همانا خداوند عزوجل توبه پذیر و مهربان است. چه بسا خداوند مهربان و کریم و بنده نواز داریم دوستان گرامی. او تعالی خود به آدم علیه السلام کلمات را تعلیم می‌دهد، تلقین می‌کند که آدم علیه السلام آن کلمات را بگوید، توسط آن دعا کند، به خدا مراجعت کند تا خداوندش او را مغفرت کند. فتلقى آدم من ربه کلمات، از پروردگارش کلمات آموخت، توسط آن کلمات دعا کرد، فتاب علیه، پروردگارش توبه او را پذیرفت. همانا خداوند توبه پذیر است. هر بنده ای که به سوی او برگردد دری خداوند باز است، خداوند او را میپذیرد. این کلماتی که در سوره بقره به طور مجمل آمده که آدم علیه السلام جمله هایی را از خداوند آموخت و با آن دعا کرد، در سوره اعراف به طور مفصل بیان شده که چه جمله ها بود. خداوند عزوجل از دعای حضرت آدم و مادر من حوا نقل کرده که چنین دعا کردند: قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این مناجات زیبا را، این نیایش پر از درد و حسرت و پر از پشیمانی را آنها دعا کردند. این جمله های گوهربار از زبان پدرمان و مادرمان حوا صدا داد که خداوند در نتیجه این دعای زیبای آنها گناه آنها را مغفرت کرد. ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف به گناه، پروردگارا به جان خود ستم کردیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، و اگر تو از گناه ما نگذری پروردگارا و اگر به جان ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، حتما از جمله زیانکاران می باشیم. پروردگارا به جان ما رحم کن، ما را مغفرت کن وگرنه هلاک می شویم. اعتراف به گناه کردن، به جان خود ستم کردیم و پیش تو آمدیم پروردگارا، رحمت تو را می خواهیم، از تو مغفرت می طلبیم، وگرنه اگر ما را مدد نمایی، دست ما نگیری، ما را گذشت نکنی، هلاک خواهیم شد. گفته دعا کردن. چه بس کلمات زیباست که افاده ندامت و پشیمانی می کند و افاده فروتنی و اظهار عجز و اظهار بندگی پیش پروردگاری که کریم و رحیم است. چه بسا زیباست که انسان پس از لغزش خود در حال به سوی خداوند برگردد و به گناه خود اعتراف کند. چه بسا زیباست که انسان ایمانی بیدار داشته باشد، ایمانی زنده داشته باشد، همین که جای بلغزت در حال با چشم بصیرتش دوباره راه را ببیند و به راه درست برگردد. عیب در این نیست دوستان گرامی که انسان لغزش کند. لغزش کردن از طبیعت انسان خاکی است. لغزش اول را پدرمان کرده، آنگونه که دیدیم. اما عیب در این است که انسان در لغزشش ایستد و به تکرار گناه کند. ببینیم که پدرمان لغزش کرد اما در حال به سوی پروردگار برگشت و توبه و تضرع و انابت به سوی پروردگار کرد. وقتا بنده بعد لغزش کردن پشیمان می شود و به سوی خداوند در حال برمی گردد، نمیگوییم که خداوند توبه او را می پذیرد، بلکه به برگشت او خیلی شاد می شود. چنان خداوند کریم و رحیم و مهربان داریم که به برگشت بندهش شاد می شود. بید در این حدیث زیرین که در غایه عجابت و در کمال بلاغت است، ما رحمت و لطف و مهربانی خداوند را ببینیم.
پهنایی رحمت خداوند را و عظمتی کرم او را در این حدیث ببینیم که چگونه است. امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از انس بن مالک که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب الیه من احدكم كان على راحلته بارض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فأيس من راحلته فبينما هو كذلك فإذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا وسعت و پهنایی رحمت خداوند و بزرگی کرم و لطف او را به بندگانش بیان کرده. میگوید همانا شاد شدنی الله تعالی به توبه بندهش بیشتر از شاد شدن مردی است که شتری داشت در راه سفر بود که بالای شترش نان و غذا و آب و توشه راهش بود و آن شتر را گم کرد و هر قدر جستجو میکرد پیدا نکرد. از شترش ناامید شد، از زندگی هم ناامید شد، آمده در سایه درخت دراز کشید. او در این حالت یأس و ناامیدی در سایه این درخت دراز کشیده بود که ناگهان شترش را بالای سرش دریافت. او با کمال سرور و فرحمندی برخاست و لجام شترش را گرفت و وجد آمده از شدت شادمانی زبانش را اداره کرده نتوانسته به خطا گفت پروردگارا تو بنده ای من هستی، من خدای تو هستم. در جای اینکه گوید پروردگارا تو پروردگاری من هستی، من بنده ای تو هستم، برعکس خطا کرده گفت پروردگارا تو بنده ای من هستی، من خدای تو هستم. اخطأ من شدت الفرح، از شدت فرحمندی خطا کرد. تا اینجا که این مرد شاد شده به یافتن این شترش که یافتن حیات و زندگی تازه است برای او، خداوند به توبه بنده و برگشتن بنده به سوی او از شادی این مرد دیده بیشتر شاد میشد. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس مادام آدم علیه السلام چنین خداوند مهربان دارد، مگر ابلیس به تیله کردن او به گناه او را میتواند هلاک سازد؟ البته نه. ابلیس گمان کرد که اگر آدم علیه السلام را وسوسه کند، به اغوا اندازد، از میوه آن درخت ممنوع بخورد، کارش تمام می شود و مثل او رانده می شود. اما خداوند کریم و مهربان به آدم علیه السلام لطف کرد و چون آدم علیه السلام توبه کرد، توبه او را پذیرفت. چون که معصیت آدم از معصیت‌های در نتیجه خواهشات نفس بود، کشش نفس بود، در حالت ضعف انسانی بود. اما معصیت ابلیس از کبر و غرور بود، گناه قلبی بود، متکبر بود و سری تسلیم فرود نآورد و پشیمان هم نشد و توبه هم نکرد، بلکه در گناهش، در غرورش بیشتر فرو رفت و رانده شد و ملعون گشت. گرچه آدم علیه السلام آمرزیده شد، مرتبه بلند به او داده شد، از بندگان برگزیده الهی شد، پیامبری از پیامبران الهی است، اما این گناهش همیشه در پیش نظرش بود. خصلت بنده مؤمن هم همین است، یعنی گناهش را همیشه به یاد آورده استغفار طلب میکند. عبدالله بن مسعود صحابی جلیل میگوید ان المؤمن یرى ذنوبه كالجبل يقع عليه و ان المنافق یرى ذنوبه كالذباب وقع على انفه ففعل به هكذا. شخص مؤمن گناهش را مثل کوه میبیند که نزدیک از بالای سر او بیفتد، اما منافق گناهش را مثل پشه میبیند که بالای بینیش نشسته و به یک حرکتی دست آن را میراند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیث صحیح که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، از صحنه روز حساب نقل کردند در حدیث درازی که دهشت و ترس و هراس آن روز را توصیف میکند که مردم در آن روز خیلی بر حالت ناگوار و در حالت ترس و وهم قرار میگیرند. عده به عده دیگر میگویند بیاید نزد آدم علیه السلام روید تا نزد خداوند شما را کمک کند، شفاعت کند. مردم به نزد آدم علیه السلام می آیند و مراجعت کرده میگویند یا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك. نزد پدرشان مراجعت میکنند، مردم میگویند تو پدری همه بشر هستی و خداوند را به دستانش آفرید و از روح الهی در تو دمید و فرشتگان را امر کرد، دستور داد تا پیش تو سجده کنند. تو خیلی گرامی هستی نزد پروردگار، ما را شفاعت کن نزد خداوند.
آدم علیه السلام اینجا همان لغزش پیشینه‌اش را، همان خطای دیرینه‌اش را به یاد آورده، میگوید فرزندانم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. یعنی حضرت آدم آنجا عذر می آورد، میگوید فرزندانم همانا امروز پروردگارم چنان غضب کرده که در گذشته هیچ بار چنین غضب نکرده بود و در آینده نیز هیچ بار چنین غضب نمی کند و مرا از خوردنی میوه آن درخت منع کرده بود، اما من اشتباه کردم و خوردم. فعصیته فذهبوا فنفسی نفسی نفسی، مرا به حال خودم گذارید، به جان خودم باشم. اذهبوا الى غیری، نزد کسی دیگر روید. اذهبوا الى نوح، پیشنهاد میکند که نزد حضرت نوح روید، به نوح نبی مراجعت کنید، کار از دستش بیاید، شفاعت کند. یعنی در آن روز حساب نیز حضرت آدم این گناهش را پیش نظر آوردن، گرچنده که خداوند توبه ایشان را پذیرفته بود و در قرآن اعلام کرده بود، اما حضرت آدم بازم احساس تقصیر کردند و جرأت نکردند که آنجا برای مردم شفاعت طلب کنند.